از او مسلمان هایی که دشمنای الله نترسند او مسلمان حقیقی نیست. دشمن الله باید از تو بترسه، ابلیس از تو بترسه، شیطان انسانی از تو بترسه و شیطان جنی از تو بترسه. اینا چه وقت میترسن؟ وقتی که حقیقتا مسلمان اما تو قوت ایمانی قوی داشته باشه. در پالوی قوت ایمانی قوی از امی تکنولوژی که امروز دشمنای اسلام به دست خود گرفتن، از این مسلمان ها استفاده کنن و به دست خود بگیرن. أبي رحيم كشربة ماء